سرچشمه ها گواهی می دهند که خط تاریخی بیش از 5000 ساله دارد. آن 3800 سال مقدم تا سال شماری ما در سرزمین امروزه مصر رشد یافته است. تاریخ انسانیت به بسیار خیل‌های هنر خطاطی گواهی شده است. معلوم می گردد که در ابتدا 3 نمود خط برای 3 طبقه اهالی خدمت کرده است. اینها خط هیروگلیفی، این برای کارهای دولتی، خط شراطی برای کاهنان و خط دیماتی برای طبقه مردمی عادی بود. امروز ما درباره هنر خطاطی و آن کورسی که نچندان دیر باز در بخارا فعالیت رانده ایستاده است سخن می‌رانیم. امروزها از طرف خطاطان نامی ولایت به مانند مرد فاضل، خطاط ورزیده، طبیب خلقی، داننده ادبیات کلاسیکی شرق، فرزند بخارای باستانی عبدالغفور رزاق بخارایی که امروز شاگردان زیادی را برآوردند رونق داده آمده ایستادند. یکی از شاگردانی که این هنر را به درجه استاد آموخته است دولت سفرف می باشد. دولت سفرف را نه تنها همچون داننده خط خطاطی بلکه همچون سنگتراش نامی در بخارا خوب میشناسند. امروز او زیاده از 50 نفر شاگردان خود را دارد که به آنها عیناً درس خطاطی را می آموزاند. طلبگان به اینجا در وقتهای خالی خود آمده از استاد خود نه تنها از هنر خطاطی بلکه با تاریخ دیار آشنا گردیده درباره ایجادیات بزرگان نامی که از آنها به ما میراث بای ماندند درس می آموزند. بخارا خطاطی مکتبش دنیا با مشهور مکتب بودگی ما همون نیت نقص کتی همین مکتب قیت گشته با از سر نو رب ماندن به حرکت کرده سر کردیم. فرزندانو بعد از درس آمده تحصیل داشتین، همشون عشقشون زور، حرمتشون زور، این خطبه حرکتشون زور، همشون مهنت کرده، هم خطبه مهرمانده یاد گرفتین و نیت میکنیم که از اینا یک خطاطی مشهور میبرد کلجک به آینده به کتاب هایی که اتبا بومون ایسته رفتگی عربی زبان به و یا خونده و یا معنوشه برآورده نمیتوند ملک است و این خط داند اگر و یا خونده میتوند عربی زبان داند و خطاطی به خبرش نباشد و کتاب خونده نمیتوند معنوش به نمیرسد. همون برای ما این خطاطی کردیم که هم زبان عربی داند هم خطاطی به خبر داشته باشد که لجک به همون کتابای معنوشه یلا کرده و کتابی با خط خودمون با ترجمه کرده اما به رساندن به حرکت میکنن. به تعبیر اساسگذار طریقت خواجگان عبدالخالق غژدوانی، پیروان این طریقت دست به کار و دلبیار هنرمندی را پیشه خود میدانند. حیات نماینده برجسته این رویه بهاءالدین نقشبند برای دیگران نمونه عبرت است، علل خصوص برای هنرمندان امروزه ما. آنها به هنر قدیمه چندین عصرینه مهر گذاشته به هنر آموزی میشتابند و حرکت میکنند هنری انتخاب کرده خود را خوب از خود کنند. خطاطان نامی ما به مانند غفور جان رزاقف، دولت سفرف، کامل جان رحیم و دیگران هنر خطاطی را به درجه حیرت آور از استادان خود خطاطان مشهور قاری غلام، قاری احمد، محمد جان، سلیمان خواجه ابن مختار خواجه، غلام قادر ایزامی و دیگران آموخته آنها را استادان خود میشمارند. وقتی که همین تعلیمی درس گذاشتگی وقت به
هر یک چیز فهمونده و تاریخش، همون سنگ هایی که قدیم به نیستگی یا سنگ هایی که حاضر ما خودمون نیستیم، همون هم فهمونده بچه به اونها عشقشون زیاده کردن برای فهمونده میریم. همیشه هر یک کار به هنر به علم به همون علم تاریخش اکادم را اومدگی چی با این رواج یافتگیش ندونید اگر وای علم هنر گیتن ناز آسان نمیشد، مکمل نمیشد. از برای همون تاریخ همه دونستنش شرط ما تو دست ما اومدن بچه بفهمونده تاریخ حرکت میکنیم. هم تعلیمی تاریخی خط، هم تعلیمی تاریخی همین ملت خودمون هموندن به حرکت میکنیم. بلاغت بدیعی به مکتب‌های خطاطی هرات و بخارا و قسماً قوقند نصیب گردیده است. مکتب خطاطی بخارا بخصوص در عصرهای 16 17 نشأ و نما یافته است. یک قسم خطاطی هرات به اینجا آمدند. خطاطی و اسلوب به خود خاص بخارا رونق پیدا می کند. وزیره جان، من همچنان دیده ایستادم، حقیقتا من میخواد با یک شوق کلان یک هنری خطاطی را آموخته ایستاده و حاضر یک نمیدونم حرف نوشته ایستاده هم. وزیره حاضر در سن چند؟ من 10 سالمم. من چند ماه شد به اینجا آمده ایستاده؟ 3 ماه شد. 3 ماه شد. یگان چیز رو یاد گرفتیم؟ چرا نوشتن؟ حرف. من دیده ایستادم، حقیقتا من دستت ناز من همون حرفا رو کشیده ایستاده است، کج نمی شود. معلومت چی همین نوشتگی حرفت به چه خیلی بهو میگن؟ ناز میگن یا حالی یاد نگرفتی میگن؟ نه ناز میگن. اکن وای یادگیر میگن. نقصتر کن میگن. کم بودیش هست بربر ها؟ حالی من حاضر تو همین حرفای آهنگایم عربی خطاطی نوشتشتی. خودت فهمیدشتی کدوم حرف نوشتی؟ من امجاز کدوم حرفای نوشته رفتی؟ انین با، انین قاف، اینم با، این کاف، این با، این لام. حالا حرفا رو میفهمی لیکن خوندن نمیتونی ها؟ حالا نه، نغز نمیتونم. لیکن میخوایی ها خوندن رو. در اینجا خطهای قوفی، سلس، غبار، نقص، نستعلیق، سیقل یافتند. خطاطان مشهور میرعلی خیروی فتح‌آبادی، میرزا اسمت الله منشی، صادق منشی جانداری، میرمعصوم بخارایی، عوض بدل بخارایی و ده‌ها چنین نام‌ها را نامبر کردن ممکن است که در بوته رشد هنرهای خطاطی و کتابت خدمت‌های ارزنده کردند. این خطاط هنرش همون الشیر نوایی دورشون به امیر تیمور دورشون به رواج یافتگی و همون وقت به بتون کتابایی که دینی یا که علمی دنیوی تبابت به اوید کتابا همون همیش اینو عربی زبان بنویسگی. همون وقتی که مور نهر رواج یافتگی وقتش به همین حرف، همین خط، همین زبان اساسی بودگی، همون برای همین کتاب همین مول ترینش عربی زبان بنویسگی و یا فهمیده و یا ازبکی زبان خودمون با حاضر که زبانش به ترجمه کردن برای این خط مکمل دونستن در کار. من نیت ما همین فرزندو همین مکمل گیرن یاد گیرن کده. از طرف خطاط عبدالغفور رزاق بخارایی با شاگردش کامل جان رحیمов از نسب نامه عبدالکریم السمعانی موادها را عاید عالمان عصر 1822 که در حدود امروزه ازبکستان زیسته ایجاد کردند پیدا نمود. آن را سال 2003 در شکل کتاب از طریق نشریات بخارا دسترس اخلاصمندان گردانده است. کتاب دوم عبدالغفور رزاقov طریقتگه یونلنما سال 2003 و حسنی خط دردانلره سال 2008 از چاپ برآمده است. سال 2011 نشریات ازبکستان کتاب مسوده خطاط بخارایی شرح خطاطلیک و مینیاتور صنعتدن نمونه‌لر که از 480 صحیفه عبارت است از چاپ برآمده است که این اثر نه فقط در ایجادیات عبدالغفور رزاقov بلکه در حیات معنوی و معرفتی مملکت واقعه مهم گردید.
دونستن تاریخ بی‌جز نمیگن که اگر ما تاریخ خود رو ندانیم کی بودن خود رو نمیدانیم، ملت خود رو نمیدانیم. و البته اگر همین در یک جایگی با درس خطاطی آموختن تاریخ خود بیرون از این من نگفته ایستادم عیناً تاریخ ملت خود اگر پیوسته شود، البته به جوانان ما این یک چیز خیلی کلان میشد، چون که این یک دولتی کشوری ما کشوری منم خیلی سیاحان است، سیاحان بسیار تشریف می آورند و با همان جهتی که یک سوال نازکی که هم بدهند که من تاریخی بگویم که میناره کلان ما چندم سال از اگر جوانان ما جواب داده نتوانند، این البته به ما یک چیز یک منفی بها داده می شود و انا همین شما چه خیلی می‌نگرید؟ البته همه تاریخ خود را دانستنش شرط ضرور. تاریخ نداندگر خودش کلیجگش هم تصور کرده نمیتوند. از برای همون ما حرکت میکنیم تاریخ همون دنبه تا دست مونده نشه. سند سالش به کارمونی عشقش باشد، همین خطا یاد گیتنی باشد، ما دست موندگیش میکنیم، چون که علم گیتن برای یاش فرقش نیست. هستن آدمای کلان همون اسکی کتابای خواندن میشون، لیکن خطا ندونستگیشون برای خواندن نمیتونن وایسته. ما همون خطا شناختنشون برای حرکت میکنیم، یاد میتیم دست موندگیشه. مولتر لیکن یاشو هم داشتین، چون که ذهنشون تیز و علم به تشنگیشون بسیارتر، تشویششون کمتر. حاضر یاشی که به یاد گیرن اگر باز خوب میبود. هنر خطاطی باشد در دایره صنعت کتابت نشأ و نما می‌یابد. خطاطان مشهور بهر پرجاذبه شدن نوشتجاتشان به هر یک انشای خویش به طور خود زیب و زینت و صیقل دادند. به شکل کتاب درآوردن دستخط کار عادی نبوده، آن با مشقت زیاد و اشتراک متخصصان گوناگون به عمل می آید. Xatotlikka 4 oy davomida kelishimga qaramasdan juda ham chiroyli, xatolarsiz yozishga harakat qilyapman. Albatta, buning zamirida ustozimning ham hissalari juda kattadir. Husnixal insonning ko'z nuriga, aqliga juda ham katta ta'sir etadi. O'sha uchun ham men xatotlikka qiziqishim tobora ortib bormoqda. نمونه‌های نادر هنر خطاطی عصرهای 17-21 در قسم‌های سبتیات الهی، شعرهای بوستان حکمتی، کتاب‌های مقدس و مکتوب‌های مبارک بار اول آورده رساندند. در این کتاب نمونه‌های ایجادیات خطاطی جوانان نیز عکس یافته است که در این بابت خدمت‌های خطاطان کسبی قاری غلام، سلیمان خواجه، عارفی، غلام جان ایزامی و دیگران سزاوار اعتراف و ستایش است. امروز فرزندان ما به این هنر خطاطی بیشتر مهر پیدا کرده سیر و اسرار خطاطی را از خود می کنند تا اینکه با تاریخ و میراث بای اجدادان خوبتر آشنا گردند. مژده ای دل کی مسیحا نفسی می آید که انفاس خوشش بوی کسی می آید. از غم هجر مکن ناله و فریاد که دوش زده ام خالی و فریاد رسید می آید. زی آتش وادی امین نمنم خرم و بد موسی آنجا به امیدی قفسی می آید. دوست را که سری پرسیدن بیمار غم است، رو به آن خوش که هر روزش نفسی می آید. یار دارد سری آزردن حافظ یاران، شاهبازی به شکاری مگسی می آید.